дар деҳоти Ворух ва чоркӯҳи шаҳри Исфара маъракаи муҳими сиёсӣ давати баҳории ҷавонон ба сафи қуллаҳои мусаллаҳ ба маъракаи нангу номуси ватандорӣ табдил ёфта, аз дават то дават сафи ихтиёриён ба хизмати модарватан бештар мегардад. Ба муносибати гусели навазгарон дар деҳоти Ворух роҳпаймоӣ доир гардида, хурду бузурги ин диёр садоқату самимият, ифтихор аз ин ватанро вазъи таҷассум намуданд. خدمت در صف ارتش ملی مایه افتخار هر جوانمرد است. خدمت به وطن مادر این قرض است و هم فرض. شخصی که وطنش را دوست می‌دارد، مادرش را دوست می‌دارد، باید به خدمت حربی رود. جوانان باید قرض فرزندی خود را در نزد وطن اجرا نمایند. خوشبختانه در دیهات واروخ صف جوانان دلیر شجاع تا زیاد می‌شوند. حادثه‌های آخری در مرز رخ داده مرا وادار نمود که با خواهش خود با امر وجدان خدمت نمایم. از مکتب مردانگی باید گذرم و وطن دوستی خود را در عمل نشان دهم. زیرا در حالت ضروری وطنم را حمایت کرده توانم. رئیس شهری اسفاره بهاودین بهادرزاده با برابری ایثار سپاس و تمنیات نیک به نوازگران خدمت به وطن مادر و رسالت فرزندی و قرض شهروندی ارزیابی کرد و از توجه رهبریت مملکت بابت مهیا نمودن شرایط‌های خوب خدمت حربی و زیست سربازان و افسران در صف قوه‌های مسلح کشور یادآور شد. امروز جوانان با ننگ و ناموس ما خوب درک می‌کنند که خدمت به وطن نشانه روشنی احساسی وطندوستی، درک ضرورت و اهمیت حمایت منفعت‌های دولت و خلق کشور میباشد، تاکید نمود بهاودین بهادرزاده. امروز من فخر از آن دارم که فرزند من با امر دل برای ادای خدمت وطن مادر میرود. فخر از آن دارم، این فخری به نهایت بزرگ برای من است که چنین وطن آباد و آزاد و آرام دارم. شکر این فضای آزاد را میکنم و از جوانان دیگر دعوت به میان می‌درایم که برای ادای قرض فرزندی خود کوشش نمایند. خدمت به وطن قرض همه مردان است، دوری و زی وطن شیوه نامردان است. و امروز ما مادران واروخی رسالت مادری خود را به جا آورده، فرزندان خود را در روحیه انسان دوستی و وطن دوستی و خویشتن شناسی و خودآگاهی ملی تربیت نموده برای خدمت به صف ارتش ملی روانه می‌سازیم. در چارابینی با شکوه که با افتخاری گسیل دلآوران دایر شد، پیروبران، نوازگران و والدان آنها با افتخار از این وطن آباد و آزاد و پایدار صلح و ثبات تاکید نمودند که خدمت در صف ارتش ملی قرض جوانمردی بوده. جوانان هنگام خدمت همه طرفه آب و تاب میگیرند و از مکتب مردانگی میگذرند. خدمت برای وطن البته برای هر یک شهروند، خصوصا به جوانان باننگ و آری ملت خودشناس جانفدا اولین درجه می باشد. خیلی که پیشوای معظم ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در پیام خود و مجلس عالی تایید کردند مخصوصا برای جوانان حمایت مرز و بوم وطن، منفعت دولت و ملت از مقدسترین وظیفه و قرض فرزندی هر یک شخصی تاجیکستان می باشد. در دهاتی واروخ و چارکوه با رعایت سنت‌های نیک قدرشناسی والدان نوازگران و دیگر شخصان مسئول نوازگران را با روحیه شاد و بالیده افتخار از این سرزمین آزاد و آباد به خدمت گسیل نمودند.